بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران و خواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حلقه 86 سیرت النبی صلی الله علیه و سلم قرار داریم و در این حلقه و توفیق خداوند یکتا درباره ایمان آوردن جنیان بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم صحبتهای خود را آغاز می کنیم. زمانی که رسول صلی الله علیه و سلم از طائف دوباره به مکه مکرمه برمیگشتند، در جای به نام نصیبین که به نام وادی نخله هم یاد میشه و در نزدیکی های شهر مکه مکرمه قرار دارد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اینجا توقف کردند و شب را سپری کردند و نیمه شب به خاطر نماز تهجد خیستند و وضو ساخته به نماز استاد شدند. زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به نماز تهجد آغاز کردند، در اینجا چند تن از جنیان نصیبین که تعدادشان 7 تن در کتب تاریخ ذکر شده، قرائت رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا آخرین لحظه گوش دادند و آواز روح افزای رسول خدا و آیات دلنشین قرآن کریم این جنیان را جذب کرد و به مجرد شنیدن اینا در جای خود جامد ماندند، یعنی بدون حرکت، بدون از اینکه حرکت کرده بتونند، تا ای که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از تلاوت و از نماز خود فارغ شدند. بعد از این جنیان در برابر رسول خدا صلی الله علیه و سلم استاد شدند و به دین مقدس اسلام ایمان آوردند. بعد از او اینا به دیار خود بازگشتند و قبیله خود را به دین اسلام دعوت کردند که داستان از اینا مکمل در سوره جن بیان شده، اما باک ندارد که درباره جن چند کلمه هم برای معرفی آنها برایتان تقدیم نمایم. اصلا عالم جن و عالم شیطان از عالم انسان فرق دارند و همچنان از عالم ملائکه. ملائکه از نور خلق شده و انسانها از خاک خلق شده و جن از آتش خلق شده. بین انسان و بین جنیات اوصاف مشترک موجود است که عبارت از عقل و ادراک است و همچنان از تمیز کردن از اینا که هم انسان میتونه بین خیر و شر تمیز کنه و هم جنیات. و اما در امور اینا با انسانها اختلاف دارن و از جمله ایست که اینا را انسانها دیده نمیتونه و قدرت و توان عزیزی داره که به اشکال مختلف خود در بیارن و انسان اونا را دیده نتانه، طوری که خداوند تعالی در سوره اعراف میفرماید آیت 27: انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. اونا شما را دیده میتونن اما شما جنیات دیده نمیتونید. و همچنان جنیات
طوری که پیشتر گفتیم از آتش خلق شدن. چنانچه خداوند تعالی میگه، میفرمایه والجان خلقناه من قبل من نار السموم. این بالکل از آتش دوزخ، از آتش که خیلی سوزنده است خلق شده. و البته ملائکه ها صفات از اونها همیست که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اینا قطعا به اوامر خداوند تعالی سرکشی ندارن و چیزی که امر میشن او را اطاعت میکنن و انجام میدن. و شیطان برخلاف ملائکه است که همیشه در ضدیت و در تمرد قرار داره و اوامر در مقابل اوامر خداوند تعالی عصیان میکنه. و انسان در بین از این دو مخلوق است. اگر خیر زیاد شد به ملائکه پیوست میشه و اگر شر زیاد شد به شیطان پیوست میشه. و این جای شک نیست که جنیات قبل از انسان ها خلق شدند و ما درباره خلقتی از اونها و درباره چهره های از اونها و حواس از اونها چیز نمیدانیم مگر چیزی که خداوند تعالی درباره از اونها فرموده و برای ما معرفی اینا را کردن که اینا قلب دارن، چشم دارن، گوش دارن، صوت دارن. چنانچه می فرماید ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. قلب دارن اما قلبشان ادراک حقایق کردن نمیتونه. ولهم اعین لا يبصرون بها. بله چشمم دارن و چشم از اینا دید نداره، بصیرت نداره. ولهم آذان لا يسمعون بها. گوش دارن اما حق شنیدن نمیتونن. اولئک کالانعام. اینا مانند چارپای هستند. بل هم اضل. بلکه اینا از چارپای هم کرده گمراهتر هستند. اولئک هم الغافلون. اونا از شنیدن و از دیدن حق غافل هستند. سوره اعراف آیه 179. در زبان عربی جن اسماء مختلفه داره و ابن عبدالبر میگه که جن در نزد اهل کلام و زبان و لغت مراتب داره. اگر تنها کلمه جن یاد شود، جن خالص، مراد جنی است. اگر او جنیاتی که با انسانها سکونت دارند و مسکن گزین میشن او را به نام عامر یاد میکنن و جمع از او عمار میشن. و اگر او جنیاتی که اطفال خرده آزار و اذیت میتن او را به نام ارواح یاد میکنن. و اگر خبیث شوه و همیشه انسان مورد اذیت و آزار قرار بده او را شیطان میگن. و اگر مرتبه ازیام کرده بالاتر شوه او را مارد میگن. و اگر از مارد کرده بالاتر رفت او را به نام افریت یاد میکنن و جمع از او عفاریت است. و هیچ مجال برای انسان ها نیست که از وجود جن اینا انکار بکنن. یک تعداد مردم بسیار کم از جنیات انکار کردن و گفتن که با کلی چیزی به نام جن وجود نداره. و مشرکین اینا می گفتن که جن عبارت از
کواکب یا ارواح به اصطلاح ستاره هستند. و کلمه شیطان و جن یک کلمه است که ذکر از اینا در قرآن کریم بسیار زیاد آمده و شیطان از عالم جن است و شیطان اونمو چیزی است که در مقابل اوامر خداوند تعالی تمرد کرد و در ابتدا خداوند تعالی را پرستش میکرد شیطان، و در آسمان دنیا و یا یعنی آسمان مطلقاً با ملائکه ها سکونت داشت و به جنت داخل شد. بعد از او باز در مقابل خداوند تعالی زمانی که از او خواست که به آدم علیه السلام سجده بکنه، ای تکبر کرد و امر خداوند تعالی را قبول نکرد و بعد از او خداوند تعالی از رحمت خود ای را راند. و شیطان در لغت عربی به هر متمرد و به هر سرکش اطلاق میشه و همچنان لفظ طاغوت بالای شیطان اطلاق میشه و این یک بحث بسیار بزرگ است، چیزهایی داره که مجالش نیست که در اینجا ما درباره از او صحبت بکنیم و می قدر اکتفا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.